بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفجر مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر، قسم است به صبح، و لیال عشر، و قسم است به شبهای دهگانه، و الشفع والوتر، و قسم است به جفت، و الوتر، و قسم است به طاق، و اللیل، و قسم است به شب اذا یسر، وقتی که ایروان شود. هل فی ذلک قسم، آیا در این قسم بزرگ است لذی حجر، برای کسانی که صاحب عقل هستند؟ الم تر، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف فعل ربک، که چه قسم فعل نمود رب تو به عاد، به قوم عاد. کی بودن عادیا؟ ارم بودن، قوم ارم. عاد و ارم یکی هستن. ارم ذات العماد، قوم ارم بودن که ذات العماد یعنی خانه هایی داشتن که با ستون های بلند بلند، ستون های بزرگ بزرگ دو گذاشته بودن. التي اتو، ستون هایی که لم یخلق مثلها فی البلاد، که ساخته نشده بود مثل ازو، یا آنقدر در انجینیری دسترسی داشتن که دیگرها اقدر در ساختمان سازی در دیگر کشورها ای قسم نبود. و ثمود الذین، و همچنان ثمودی ها، کسانی که جابوا الصخره بالواد، که یا با سنگ ها را تراش میکردن در وادی ها. و فرعون، و دیگه کی بود؟ ببینید چه قسم مردم های قوی قوی بودن، الله اونا را هلاک کرد. و فرعون، و فرعونی ها ذی الاوتاد، که صاحب میخ ها بودن. چه قسم صاحب میخ بودن؟ یعنی آنقدر در قدرت سیاسی و نظامی پیش دست بودن که امی قدرت سیاسی خود مثل میخ ها در این سرزمین کوبیده بودن که هیچ کس نمیتونست که اینا را از این قدرت سیاسی دور کنه. و بعضی علما میگن که ذات الاوتاد، میگه اینا هم ساختمان هایی داشتن که ایره با میخای قوی قوی محکم کرده بودن. و بعضی میگن نه، میخا از نگاه جزا وقتی که یک دشمن خود گیر میکردن، باز دستا و پای ازو کت میخای کلان کلان میزدن، او را هلاک میکردن. الله متعال میگه اینمی عاده با اینمی سیستم انجینیری قویشان، و امی ثمود با اینمی که قوت داشتن که سنگ های بزرگ بزرگ از کوره می گرفتن و ایره قصرها بر خود می ساختن. و فرعون که ذی الاوتاد بود، الذین، کسایی بودن که طغوا فی البلاد، اینا سرکشی کردن در سرزمین، در شهرها. فاکثروا فیها الفساد، بسیار زیاد کردن در فساد را. فصب علیهم، پس انداخت بالایشان ربت صوت عذاب، تازیانه عذاب سرشان انداخت. ان ربک، یقینا که پروردگار تو لب المرصاد، در مرصد یا در کمین است. فاما الانسان، پس اما انسان چی قسم مخلوق است؟ اذا ما ابتلاه ربه، وقتی که امتحان کند ایر ربش، فاکرمه، بازی را عزت بته، مالدار بسازه، و نعمه، نعمتها را برش بته. فیقول، باز میگه ربی اکرمن، مرا الله بسیار عزت داده، من دیگه شخص با عزت هستم. و اما اذا ما ابتلاه، و اما وقتی که باز ابتلا و امتحان بکنه، فقدر علیه رزقه، باز رزق ازیر کم بسازه، تنگ بسازه. فیقول، باز میگه ربی اهانن، والله الله مرا بیخی ذلیل کرده. کلا بل لا تکرمون الیتیم، پس چنین نیست که شما تصور میکنید. نه در پولداری عزت است و نه در کمی رزق ذلت است، بلکه کل ازی امتحان است. پولدار به پولش امتحان میکنه و فقیر به فقرش امتحان میکنه. بل لا تکرمون، چرا شما اکرام نمیکنید یتیمان را؟ اگر مؤمن حقیقی هستین مثل از اونا نباشین، بلکه یتیم اکرام بکنین، عزت بکنین. ولا تحاضون علی طعام المسکین، چرا شما تشویق نمیکنین به طعام مسکین؟ یعنی بعضی اوقات یک نفر خودش پیسه نداره، حتی محاسبه میشه در مقابل ازی که یک کسی دیگر تشویق نمیکنه. امیال بسیاری مسجدها علما هستن، مولویای کته کته هستن، نه؟ اگر مقتدیای خود تشویق بکنن، تا یتیم خانه مقتدیای از میتونه بسازن. میتونه مقتدیای از اینا 1000 نفر مثلا جوان صاحب کار و صاحب وظیفه بسازه، لکن حداقل تشویق نمیکنه. دیدین؟ الله متعال میگه ولا تحاضون علی طعام المسکین و تاکلون التراث اکلا لما، و میخورین شما چی را؟ اکل لما، خوراک بسیار زیاد. تشویق خو نمیکنین، باز خودتان میرین حق یتیم و مسکین دیگه همت پخته پخته خورده میرین. بسیاری کسا را سعی کنین حق مسکین یتیم هم خودشان شیشتن، به نفع شکم خود زیاد میگن، شکم خود زیاد مردم تشویق میکنن. باز مال میراث و تاکلون التراث، باز مال میراث که گیرشان به خوب مولوی است، خوب عالم است، خوب حافظ قرآن است، خوب دیندار است، خوب با تقوا است،
تقسیم میراث که آمد باز دیگه غلطی رو شروع میکنه. میراث خورده میره تو حق دیگران را الله از پیشش انتقام بگیره. خیر از در قنطرهش باز انشالله از پیشش میراث خدا دادن میگیره. در قنطره از این شیخای که بسیار عبادت میکنن و خدا بسیار با تقوا میگیرن، الله متعال کسایی که میراث خوردن باز تهجدای شب از اینا را و امو نمازهای بسیار خوبی که در پیش مکه خواندن و کعبه خواندن و مدینه منوره خواندن با بسیار گریان و در روز قیامت الله برش بگه که بگی نمی 100 رکعت نمازی نمی شیخه که در مکه خوانده بسیار خوبش. چرا؟ به خاطر که میراث تو را زده بود، از پیسه میراث تو رفته عمره. فهمیدی یعنی این قسمی نفرها زیاد است. خب میراث مردم خورده میره، بازم خانه دوزی کردگی، غصب شدگی، ظلم شدگی، بازم تا 2 بجه شب دیگه تهجد میخوان، نفل میخوان، ان شاء الله کل شب باز رو برات میته میگه بی در مقابل خانت اینمی چی تهجد ها. چرا؟ و تاکلون التراث اکل لما و بسیار زیاد میخورین میراث و تحبون المال، باز شما بسیار دوست دارین چی مال، حبا جمع، محبت بسیار زیاد. کلا این چنین نیست که شما تصور میکنین. اذا دکت الارض دکن دکا، وقتی که زمین میده میده شوه، این حال که زمین میده میده شد، خانگاه که تو چطور میشه، قصر تو چطور میشه، ساختمان هایی که تو ساختی، 6 تا حولی را گروی گرفتی، یک وقت دیگه سعی کنه روز قیامت هم مزه‌دار است. همین حرام خورا که قصرهای بلند 18 منزله و 100 منزله جور کردن، نه از آن میده شوه. غریب بیچاره این چیز نداره که میده شوه، چشم داره سیل میکنه. کلا اذا دکت الارض، وقتی که ریزه شد زمین، دکن دکا ریزه و جاء ربک، روز قیامت وقتی است که میآید پروردگار تو به مو شکلی میآید که به جلال و عظمت الله شایسته هست. و الملک صفا صفا، و ملائکه همین صف. و در این روز میگه و جیء یومئذ بجهنم، الله متعال حتی دوزخ حاضر میکنه با عظمت خود. یومئذ یتذکر الانسان، این روز قیامت روز است که باز انسان یاد میکنه و انا له الذکر، که چی فایده کرد بر از اون نصیحت گرفتن. این درس قرآن من، درس دین، نشستن در این درس دین برای من چی منفعت کرد؟ همیشه در درس دین و قرآن یا که میشینین خب به خاطر رضایت الله بشینین، این باشه که منفعت اخروی داشته باشه. باز اگه در آخر کسی کدام تا جایزه داده یا کدام تحفه داده، او خب باز داد نداد. فهمیدی یعنی اصل چی هست؟ باز اونجا انسان میفهمه که والا درس دین، نشستن مجالس دعوت، نشستن در مجالس تقوا، نشستن با همراه مؤمنین، موحدین، مجاهدین، باز اونجا انسان میفهمه که در این مجالسی که واقعا دین بیان میشد، تقوا بیان میشد، جهاد فی سبیل الله میشد، باز این چی فایده داره؟ یقول بازی انسان میگه که یا لیتنی، ای کاش قدمت، ما تقدیم میکردم لحیاتی، به زندگی خود. اینه اینجا باز میفهمه که اصل حیات کجا هست. حال مردم فکر میکنه اصل حیات همین زندگی دنیاست. اونجا که باز میبینه باز میگه واه کاش که به اصل زندگی، یعنی از این معلوم میشه که اصل حیات زندگی در کجا هست؟ در روز آخرت است. یا لیتنی میگه کاش که من تقدیم میکردم لحیات، بر زندگی، حیات زندگی همیشگیم. و یومئذ، پس در این روز لا یعذب عذاب احد، باز عذاب نمیشه به عذاب هیچ کس، ولا یوثق، و بسته هم نمیشه وثاقه، مثل بسته شدن از این احد هیچ کس. الله متعال باز میگه یا ایتها النفس المطمئنه، ای انسان هایی که شما دارای نفس مطمئن هستین. نفس مطمئنه کدام نفس است که الله میگه ارجعی، مراجعه بکنین، الی ربک، به سوی پروردگارت، راضیتن، که تو از الله راضی باشی، مرضیتن، که باز الله تو را راضی میسازه. تو از الله راضی هستی، الله هم تو را چی میسازه؟ فادخلی فی عبادی، داخل شده بنده های من، و ادخلی جنتی، و داخل شد در جنت من.